با توجه به پیشبینی هایی که قبل از شروع سریال شد در رابطه با ارتباط سریال وحشی با موضوع علی اشرف و با توجه به اینکه داوود اشرف توی سریال به زندان منتقل شده و دوتا همبندی داره که احتمال اینکه در آینده باشون رفاقت کنه بالاست، من باز حدسم روی اینه که سریال وحشی برگرفته از داستان علی اشرفه. باید منتظر بمونیم ببینیم قسمت‌های بعدی به چه سمت و سویی میره. هر نظری، کامنتی یا پیشنهادی دارید خوشحال میشم توی این ویدیو برام بنویسید. ممنون. این اپیزود شامل اسپویل هایی از قسمت 3، 4 و 5 سریال وحشیه. پس اگه این سریال رو ندیدی این قسمت از برنامه ما رو نگاه نکن. تو قسمتی که گذشت شاهد پیگیری کاشتایی بودیم که از قسمت‌های گذشته توی سریال گذاشته شده بود. طراحی صحنه و لباس به خوبی هماهنگ با اتفاقات داستان بود. به طور مثال لباس سفید داوود در قسمت اول که تبدیل به لباس سیاه میشه ادامه داره و در قسمت 3 در سکانسی که با عبدالرحمن نشسته دوباره شاهد تقابل سیاه و سفید هستیم. البته به علاوه رنگ زرد نوشابه ها که نشون دهنده هشداره، یا در سکانس مقابله داوود با نوید تیشرت قرمز نوید که نشون از هیجان و خشونت و خطره. البته این نکته رو باید گفت این سریال استوری بورد داره و کارگردان یعنی هومن سیدی تدوینگرم هست که همین باعث میشه کادربندی، جزئیات، رنگ و نور به شکل هوشمندانه استفاده بشه. بسیاری از سکانس ها دوربین همراه داووده و ما به عنوان مخاطب تجربه هاشو، حس ترس و هیجان و اضطراب رو به خوبی حس میکنیم. با وجود تمامی جزئیات دقیقی که در طراحی صحنه و داستان دیده میشه، حتی کوچکترین موارد مثل خاک سرخ معدن و وجودش روی موتور و ماشین یا آفتاب سوختگی گردن داوود که نشون دهنده کارگر بودنشه، اما در این قسمت شاهد چند اشتباه فنی و اصطلاحاً سوتی بودیم. مثل صحنه کاتر که از 2 زاویه فیلم برداری شده بود و زاویه قرارگیری کاتر رو گردن متفاوت دیدیم. همینطور تا اینجای داستان تمامی کاشت و برداشتا ظریف و تمیز بود، اما وقتی کاتر رو می‌خواست بذاره زیر تخت ما قمه و پنجه بوکس رو دیدیم که برامون تداعیگر یا تداعی کننده این بود که شاید داوود قبلا لات بوده، اما در سکانس بعدش مادرش اینو مستقیم مطرح کرد که به نظرم بهتر بود گفته نشه. و مورد دیگه شخصیت پردازی متناقض داوود اشرفه. از یک سو گفته میشه در گذشته لات بوده، حتی تو سکانسی از قسمت 4 متوجه شدیم که قمه کشی کرده و انگشت کسی قطع شده بابت این اتفاق و حتی بزرگ شدنش تو اون محله و منطقه یعنی از بچگی شاهد خشونت و دعواهای وحشتناکی بوده و این اصلاً با این حجم از ترسی که الان با ورود به زندان پیدا میکنه همخونی نداره. خیلی مشهوده. ما تو اول سریال با داوودی مواجه بودیم که خیلی مهربون بود، هوای رفیقاش رو داشت، برای بچه دوستش کادو خرید، سعی کرد که خوشحالش کنه، ولی هر چقدر که این چند قسمت و این اتفاقات رو از سر گذروند ما با شخصیت جدیدی از داوود مواجه شدیم. دیگه از نکاتی که واقعا برای من تعجب آور بود این بود که وقتی داوود متوجه مرگ پیرمرد شد چرا اقدام به عادی سازی این اتفاق نکرد؟ چرا از نوید درخواست نکرد که پدر بزرگش رو به بیمارستان ببرن و موضوع رو عادی تر جلوه نداد؟ در موقع دستگیری داوود یه اتفاقی که افتاد این بود که داوود چند بار با روشن کردن گوشیش تونست خیلی غیر مستقیم لوکیشن خودش رو لو بده و این مورد باعث دستگیری داوود شد که به نظرم باز هم از اون شخصیت داوود، کسی که همه این شرایط سخت رو توی خودش چشیده و تصمیم گرفته که فرار کنه، بعید بود این حرکت. یه نکته خیلی جالب انتخاب و بازی درست بازیگراییه که به صورت ناشناخته دارن تو سریال وحشی بازی میکنن. بازی 2 کودکی که قسمت اول دیدیم، بازی نوید و اون حس ترس و اضطرابی که میتونه منتقل کنه، پیرمردی که به خوبی تونست از پس نقشش بر بیاد، مادر و پدر خود داوود. به نظرم تمام بازیگرهای کمتر شناخته شده تونستن به خوبی از پس این نقش سختی که داشتن بر بیان و خب این قطعا یکی از هنرهای هومن سیدیه که از بازیگران کم نام و نشانتر میتونه بازی بگیره. من یه نکته خیلی عجیبی که توی این سریال دیدم و برام خیلی جالب توجه بود، حس و فضای ترسی بود که زندان سریال وحشی منتقل میکرد. کاملا متفاوت تر بود با زندانهایی که ما تو فیلم دیده بودیم و به نظر من خیلی شبیه تر بود. وقتی داوود اشرف وارد زندان شد و ما تونستیم همبندی هاش رو ببینیم،
به نظرم با توجه به شخصیت هایی که همبندی های داوود اشرف دارن و بازیگرای مطرحی هستن و بسیار بازیگرای خوبی هستن و تو سریال های اخیری که از طریق پلتفرم ها نمایش داده شده به خوبی خودشون رو نشون دادن، به نظرم میتونن همون همدست های داوود باشن که برای فرار از زندان فرایند فرار رو میچینن. یه نکته که خیلی تو ذوق من زد این بود که توی زندان با نشون دادن صحنه گرفتن پنالتی علی بیرانوند از کریس رونالدو ما تقریبا متوجه خط داستانی این ماجرا شدیم. من خودم خورد تو ذوقم یه مقدار. من فکر می‌کردم داستان برای کمی عقب‌تر باشه، به خاطر اینکه پول‌هایی که جابجا می‌شد پول‌های بی‌ارزش‌تری بود. حالا با توجه به این موضوع من فکر می‌کردم مثلا داستان برای شاید مدت زمان بیشتریه. یکی از اتفاقاتی که برای من یک کوچولو تناقض داشت این بود که داوود اشرف، حالا طبق چیزی که ما توی فیلم دیدیم، 20 سال پیش تو زندان بوده، انگشت کسی رو قطع کرده و خب اصلا توی اون دعوا و درگیری برادرش رو از دست داده و خب قطعا آدمی که زندان میره با یه سری از قوانین نانوشته‌ای که توی زندان هست مواجهه. اینکه شما حق خبرچینی نداری و با خبرچینی کردن ممکنه که کل فضای زندان به ضررت بشه. و اینکه از داوود اشرف ما این صحنه خبرچینی به رئیس زندان رو دیدیم به نظر من یکم بعید بود و به نظرم شخصیتی که سابقه زندان رفتن داره هیچ وقت این اشتباهات رو مرتکب نمیشه. سکانسی که جواد عزتی و نگار جواهریان همدیگر رو ملاقات کردن برای من سکانس غریبه‌ای بود به نسبت سریال وحشی، چون که ما کلاً وحشی رو با اون حس اضطراب داوود و اتفاقاتی که براش افتاده بود میشناختیم و با دیدن نگار جواهریان انگار یه آبی روی آتیش ریخته شده بود و تونست اون احساس آرامش رو داشته باشه. انتخاب اسم رها برای نگار جواهریان توی این سریال نشون دهنده اینه که حتی برای اسم تک تک آدم ها فکر شده و رها مطابق اسمش هدف این رو داره که جواد عزتی یا داوود اشرف رو از زندان رها کنه. اتفاق جالبی هم که شکل گرفت این بود که قیافه داوود اشرف برای رها بسیار آشنا بود و این به نظرم یه کاشتیه که در آینده ازش استفاده میشه. اینکه داوود اشرف هیچ حرفی نزد و هیچ ریاکشنی نشون نداد بابت این موضوع خودش جای سوال. شاید در گذشته برادر داوود اشرف با رها در ارتباط بوده. آخر قسمت 4 هم که با زدن سرباز توسط داوود اشرف و رفتنش به انفرادی و روبرو نشدن با بازیگر زندانی بودیم، به نظرم یه کاشت خیلی خوبی بود و میتونه سرآغاز این اتفاق باشه که با این داستانی که داوود اشرف رقم زد، اون حس فرار از زندان، رهایی از زندان و اینکه بتونه سریعتر از اون منطقه خودش رو جدا کنه شاید تو شکل بگیره و زنده شه. قسمت 5 من چقدر این قسمت 5 رو دوست داشتم. ریتم و ماجراجویی واقعا درست بود. بازی که بین نوید و داوود بود مدام تغییر میکرد و چقدر بازی نوید خوب بود. تمام مدت این سوال بود که چرا داوود کامل همه چیزو نمیگه و هی با پنهانکاریش داره شرایطو برای خودش بدتر میکنه. البته یه جایی هم خودش اشاره کرد که من همه چیزو نگفتم ولی دروغم نگفتم، که خب راست میگفت دیگه، همه چیزها رو نگفته و خب دروغم نگفته. به صورت مستقیم هیچ کسی رو به قتل نرسونده این آقا داوود بدشانس. دو موقعیتی که خیلی تو قسمت 5 به چشم اومد، یکی تغییر شخصیت داوود بود که تو قسمت اول آدم منطقی و خوب و احساسی بود و نسبت به بچه‌ها حس خیلی خوبی داشت و از دعوا و بحث به دور بود، ولی بعد اون حادثه تبدیل به یه آدم ترسو شد و چقدر شبیه مالک زخمی کاری واقعا داره میشه این شخصیت که یه کوچولو تو ذوق میزنه و حتی متوجه شدیم لات بوده و خب اون لات بودنه با این حس ترسی که براش به وجود اومده اصلا همخوانی نداره. تو صحنه دادگاه هم دیدیم که شخصیتش تغییر کرد، مسلط شد، راحت دروغ گفت و شاید این رویی باشه برای تغییر شخصیت داوود اشرف به یک هیولا. یه نکته جالبی که باز تو قسمت 5 به چشم میاد اینه که داوود رها رو به عنوان تنها المانی
از رهایی خودش میبینه و سعی میکنه که همه تخم مرغ‌هایی که داره رو بذاره واقعا تو سبد رها وکیلش و اون عدم صداقت با رها یه جاهایی فکر میکنم خب توی دیدگاه رها در آینده نسبت به داوود اشرف تغییری ایجاد کنه. جدالی که بین داوود و نوید به وجود اومد و اتفاقات پینگ-پونگی که هر کدوم با اعترافات جدید خودشون به وجود می آوردن و در آخر منجر به این شد که نوید داره دروغ میگه چون اصلا در ماشین داوود باز نمیشه و وقتی که مامورا اون دستمال خونی رو از ماشین داوود پیدا کردن و خب سریال تموم شد، احتمالاً با آزمایشات میفهمن که این دستمال خونی هیچ ارتباطی با اون دوتا کودک نداره و به خاطر خونریزی سر دوست داووده که تو قسمت اول دیدیم. من فکر میکنم با وجود این اتفاقات احتمال این که داوود تبرئه بشه بالاست، ولی خب اگه قرار باشه طبق خط اصلی داستانی این اتفاق پیش بریم، داوود مجدد زندانی میشه و خب اونجاست که دیگه این اتفاقات و این قتل‌ها رو گردنش میندازند و اینکه دیگه با داوودی مواجه میشیم که دیگه میره توی زندان و احتمالاً با فرایند فرار از زندان بتونیم داستان شبیه‌تری رو نسبت به زندگی علی اشرف شاهد باشیم. مرسی ازتون، ممنونم از اینکه به این قسمت از نقد و بررسی سریال وحشی گوش دادید. خدا نگهدارتون.